Arash has come to offer moral support. این عقد شما عقد انقطاعی است، مدت داره، مدتش باید معلوم بشه. 6 ماه. In the Shia legal system, a couple can only opt for a temporary marriage if the woman has, like Fereshteh, been married before. The man has to agree an alimony to be paid if he terminates the marriage before the appointed time. دیگه در این مدت 6 ماه که اجرت باشه چقدره؟ مبلغ فرق نمیکنه چی تو باید بگی. من میگم میتونی مبلغی بگی. مدت 6 ماه از نظر اجرت در این عقدهای شرعی موقت حالا توافق میکنین هر چقدر هست دیگه، 600 تومونه، 700 تومونه، 1 میلیونه، هیچی نیست. شاخه گله این شاخه گله به مبلغ مثلا 1000 تومان. یه چیزی باید قید بشه. چیه؟ یه شاخه. نه یه مبلغی من اینجا مبلغش رو نوشتم بفرمایید مبلغ همون که خواستم فرمودین دیگه، ما اینجا معامله نمی‌کنیم با هم. شما گفتید 3000 تومان گفتید دیگه. حاج آقا ببخشید اینا بعد از 6 ماه تمام بشه 2 هفته باید تمدید کنن این موضوع. 1 روز بگذره حرام میشه. قبل از 6 ماه باید تمدید. قبل از یه 2 روز باقیه باید تمدید. حداقل به چه مدت؟ حداقلش میشه یه ساعتی، یک آنی، آن که ندیگ به هر حال 1 ساعت، نیم ساعت که با هم محرم بشه. متوجه شد؟ 1 ساعت، نیم ساعت اشکالی نداره. حد اکثر هم 99 ساله معروفه. بله حالا این قضیه 99 ساله معروف، حالا 99 سال بشه 100 سال، 80 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال. خانم فرشته صنعتی و آقای محمد استاد نظر هر دو من وکالت میدهید. وکیل هستم؟ بله. وکیل هستم. مدت و نفس موکلتی فرشته، که نفس موکلی محمد المهر المعلوم و المدت المعلومه. بس Fereshteh are trying to lead a normal life, even though he is HIV positive and she isn't.